الحمد لله وحده و صلات و سلام علی نبی بعده. امروز خواستم مختصرا در اطراف یک احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مشکات المصابیح در کتاب نکاح در حق پدر و مادرانی که در نکاح کردن دختران خود یا پسران خود کوتاهی میکنند، بر ضمن اینه که نفقه اونها را دارند، یعنی توانایی به نکاح در آوردن پسران خود را دختران خود را دارند، یعنی که مبلغ همون برقرار کنی ولیمه را دارند. بر ضمن این همون پدر و مادر سهل کاری میکنند. پیامبر چی وعیده گفته است به سمع شما میرسانم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک میگوید: من ولد له ولدن فلیحسن اسمه. یکم حقی که فرزندا چی پسر چی دختر حقی که در بالای پدر و مادرش دارد باید که همون فرزند را نام نیک بگذارد. مع الاسف امروز نظر کنیم بسیاری از پدر و مادر رو در جامعه تا الان دیده می شود که با فرزند خود نام نیک نمیگذارد. یکم حقی که فرزند بر بالای پدر و مادر خود دارد این است که باید نام نیک برای فرزند خود، چی پسر باشد چی دختر، باید نام نیک بگذارد. و دیم پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ و ادبه. دیم حقی که فرزند بالای پدر و مادر خود دارد باید او را ادب بدهد. یعنی انسان ادب از چی یاد میگیرد؟ از تعلیم، از تربیه خوب، از نصیحت، رفتار خوب. پدر و مادر باید که چی پسر باشد چی دختر باشد اونها را پیش از این که به شوهر میتهد یا پیش از این که اون بچه را زن میدهد باید که اون را تعلیم بدهد. نگاه کنید که یک حکمت دیگر در حدیث این است که پیامبر میگوید نام نیک بعداً ادبش بدهد، اخلاق خوبش بدهد. نگاه کنید امروز بعضی دخترها حتی که به شوهر برآمدن ادب ندارند، اخلاق ندارند، خلق نیک ندارند، تعلیم دادن میتونن فرزندان. یا اینکه پسران این چنین هستند. و سوم حق پیامبر چی میگه؟ فاذا بلغ، هر وقتی که بچه را وقتی که تعلیم و تربیت داد پدر و مادر به بلوغت رسید، یعنی جوان مرد شد یا جوان دختر کشید، فلیتزوجه، بعدا همون را چیکار کند؟ یعنی که پسر باشد او را زن بدهد، دختر باشد او را شوهر بدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فاین بلغ، پس هر وقت به بلوغت برسد، ولم یتزوجه، همون را چیکار نکرد؟ همون بچه را زن نداد یا دختر را شوهر نداد، گفت ماشین خریدن در کار و دیگر خانه و در، فقط در فکر خانه و در، سالها در فکر خانه و در رفت. بچه الکی بگیم سن سالش بالا رفت یا دخترم الکی سن سالش بالا رفت، به 20-25 رسید، او را نخواست که به شوهر بدهد. فاصاب اسما، پس همو برسد همو را گناهی، یعنی همون بچه دست به زنا رفت زد یا همون دختر رفت دست به زنا زد. فان اسمه علی ابیه، پس همون گناهی که فرزند انجام داده است یعنی بر بالای پدر شد. یعنی که همون بچه میره و دست به زنا، دست به ناموس یک خواهر مسلمان میزند یا دختر همون رفته به یک مرد به یک جوان زنا میکند، همون قدر گناهی که همون پسر میگیرد یا همون قدر گناهی که همون دختر میگیرد، همون قدر گناه بر بالای این پدر هم چکو میکنن نوشته میشود. یعنی همون قدر گناهی که اون پسر میگیرد یا اون دختر، همین پدر هم قدر گناه میگیرد. بچه خاطر به خاطر که همین پدر و مادر سبب شدن که اونها را نموندن که چکو کنن، یعنی به نکاح حلالی یعنی توی عروسی را انجام بدهند. و ایلا اگر انسانی که نفقه نداره، شرایط نداره، او انسان از این حدیث استثناء، یعنی در اینجا کدمایی هستن که توانایی دارن، شرایط دارن، بر ضمن این چون میکنن کوتاهی میکنن. به همین خاطر شما باید در زندگی کوشش کنین پدران مادران عزیز، روز یا شاید یکم وقت صدای می بنده عاجز به گوش شما برسد،
کوشش کنید که در حق فرزندان خود کوتاهی نکنید، یعنی نام نیک شو بگذارید و اونها را پیش از اینکه زن میدهید یا به شوهر میبرورید دیم حق شو که تعلیم است، آداب است، اخلاق است، اونها را تربیت کند و سیم چکو کنید اونها را بعداً به نکاح بدرورید. الله متعال همه من و شما را طبق حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این شبانه روزی عمل کردن نصیب روزی بگرداند. آمین.